قبل از اینکه درباره مرزبندی با پدر و مادر حرف بزنیم، باید بدونیم که اصلا مرز یعنی چی. چون خیلی ها تصویر اشتباهی از این کلمه دارن. مرز دیوار نیست، قانون نیست، تنبیه هم نیست. تو ادبیات علمی مرز یعنی قوانین ضمنی درباره اینکه چه کسی به چه چیزی دسترسی داره، تو چه زمانی و با چه شدتی. مرزهای سالم روشنن، منعطفن و مهمتر از همه دو طرفن. سالواتور مینوچین بنیانگذار درمان ساختاری خانواده میگه که هر خانواده سالمی مرزهای مشخصی بین نسل‌ها داره. والدین والدینن، فرزندان فرزند. هر کدوم نقش، حریم و حوزه تصمیم‌گیری مشخصی دارن. وقتی این مرزها مبهم میشن، خانواده وارد اون چیزی میشه که مینوچیم در همتنیدگی مینامه. خانواده در همتنیده یعنی چی؟ یعنی مرزهای فردی اونقدر محو شدن که هر کسی توی احساسات، تصمیمات و زندگی دیگری دخیله. تو این خانواده ها وقتی مادر ناراحته تو هم باید ناراحت باشی. وقتی پدر نگرانه تو هم باید نگران باشی. و اگه خوشحال باشی اما اونا نگران باشن یه جای کار اشتباهه. توی خانواده‌های در هم تنیده استقلال تو به عنوان بی‌احترامی تفسیر میشه. تصمیم مستقل تو به عنوان دور شدن دیده میشه و مرزبندی به عنوان سردی حس میشه. حالا مرز سالم چه شکلیه؟ مرز سالم یه دره، نه دیوار، نه خلا. یه در که میتونی بازش کنی، ببندیش و تعیین کنی چه کسی توی چه زمانی واردش بشه. توی رابطه با پدر و مادر این مرز یعنی من دوستتون دارم و بهتون احترام میذارم. در این حال درباره شغلم، همسرم، خونم، بدنم و زندگیم خودم تصمیم میگیرم. و این دو با هم تناقض ندارن. این مرز بزرگسالی سالمه. حالا بریم سراغ عملی ترین بخش، یعنی زبان مرزبندی. خیلی‌ها فکر میکنن مرزبندی یعنی داد زدن، قهر کردن یا یک حرف تند گفتن و رفتن. اما مرزبندی واقعی یک زبان خاص خودش رو داره. زبانی که نه تهاجمیه نه تسلیم طلبانه. روشن، آرومه و پایدار میمونه. یک اسکریپت مرزی خوب معمولاً از 4 تا جزء تشکیل میشه. اول مشاهده. یک توصیف مشخص از اتفاقی که میفته، بدون قضاوت و بدون برچسب. نه، شما همیشه دخالت میکنید. به جاش میتونیم بگیم وقتی بدون هماهنگی وارد میشین. تفاوت اینجاست که جمله اول یک حکمه، جمله دوم بیان یک واقعیت. دوم احساس یا اثر. باید واضح بگی که این اتفاق رود چه تأثیری میذاره. احساس میکنم تحت فشار قرار میگیرم. این بخش گفتگو رو از حالت جنگ در میاره و به یک تبادل انسانی تبدیل میکنه. سوم درخواست یا حد مشخص. بگو دقیقاً چی میخوای. میخوام قبل از اومدن هماهنگ کنیم. هر چقدر درخواستتون مشخص‌تر باشه، احتمال سوء تفاهم کمتره. چهارم پیامد قابل اجرا. این بخش رو خیلی ها نادیده میگیرن، اما مهمترین بخش همینه. پیامد تهدید نیست. پیامد یعنی اگه مرز رعایت نشه، من چه کاری میکنم تا از خودم مراقبت کنم. اگه هماهنگ نشه توی اون لحظه توی خونه نخواهم بود. این جمله باید راست باشه. پیامدی که ازش پشیمون میشی یا اجراش نمیکنی، مرز رو ضعیف‌تر میکنه. حالا بذار این 4 تا جزء رو توی موقعیت‌های واقعی ببینیم. مثلا برای پدر کنترلگر، بابا میدونم نیتت خیره. وقتی درباره شغلم تصمیم میگیری بدون اینکه بپرسی احساس میکنم جایگاه خودم رو توی زندگیم از دست دادم. میخوام این حوزه رو خودم مدیریت کنم. اگه مشورت خواستم حتما میام پیشت. و برای مادر نگران میتونیم بگیم که مامان میدونم دوستم داری و این نگرانیت از روی محبته. وقتی هر بار ازم میخوای درباره زندگی شخصیم توضیح بدم احساس خستگی میکنم. از این به بعد اگه خبر مهمی باشه خودم در جریانت میذارم. وقتی دوباره همون موضوع رو مطرح میکنن اینجاست که خیلی از مسیر خارج میشن. پدر یا مادر دوباره همون حرف رو میزنن و تو یا وارد بحث میشی یا عقب نشینی میکنی. هر دو مرز رو خراب میکنن. راه حل تکنیک صفحه خشداره. یعنی همون پیام اصلی رو با لحن آروم بدون گرم شدن تکرار میکنی. وارد استدلال جدید نمیشی، جواب سوال جدید نمیدی. فقط همون یک جمله رو نگه میداری. بابا میشنوم نظرت رو. تصمیم این بخش رو خودم میگیرم. میدونم نگرانی. تصمیم این بخش رو خودم میگیرم. میدونم تصمیم این بخش رو خودم میگیرم. هر بار که توضیح میدی داری دعوت میکنی که بحث ادامه پیدا کنه. هر بار که فقط همون جمله رو تکرار میکنی داری نشون میدی که این تصمیم قابل مذاکره نیست. این تکرار نه سردیه نه جنگ. این پایداری آرومه و پایداری آروم موثرترین شکل مرزبندیه.